بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرض سلام و احترام خدمت شما حاضران و همچنین بینندگان عزیز که ما را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند. بحثمان درباره نیازهای انسان از نگاه قرآن کریم به دو بخش تقسیم کردیم: نیازهای مادی و نیازهای معنوی. در بخش نیازهای مادی 5 نیاز گفتیم: نیاز به خانه و آشیانه، نیاز به خورد و خوراک، نیاز به خواب و استراحت، نیازهای جنسی و نیاز به امنیت و آسایش. در بخش نیازهای معنوی هم 2 نیازی: هدایت و راهنمایی و علم و آگاهی را بررسی کردیم و در ادامه هم برخی دیگر از نیازهای معنوی از نگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار خواهیم داد. سومین نیاز انسان نیاز به عزت است. عزت در مقابل ذلت و خواری یک حالت در درون انسان است که مانع از شکست انسان می شود. انسان بسیار دلش می خواهد که برای رسیدن به هدفها و آرمانهایش با هر مشکل و مانعی که بر سر راهش قرار می گیرد مبارزه کند، آنها را شکست دهد و فقط خودش را شایسته احترام و عزت بداند. عزت معنا و مفهوم بسیار بزرگ دارد و حتی یکی از خصلت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم عزیز بیان شده است. عزیز علیه ما عنتم، یعنی درد و رنجی که به شما میرسد برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار سخت و مشقت آور است. عزت در قرآن کریم به 2 قسم است: عزت حقیقی واقعی و راستین و عزت غیر حقیقی غیر واقعی و دروغین. خداوند متعال درباره عزت حقیقی فرموده است که من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. هر کسی که عزت را می‌خواهد بداند که تمام عزت ها از آن خدای سبحانه است. برای من و شما سوال می شود که اگر تمام عزت ها از آن خدای سبحانه است، آیا من و شما هم می توانیم عزیز و قابل احترام باشیم؟ باز پاسخ این سوال هم در قرآن کریم آمده است که عزت خداوند شامل چه کسانی می شود؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. در سوره منافقون عزت برای خداوند است، برای مؤمنین است و برای کسانی است که ایمان آوردند. کسی که ایمان آورده است چگونه عزیز و قابل احترام خواهد شد؟ باز پاسخ این سوال در سوره مریم وجود دارد. استعیذ بالله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد، خداوند او را محبوب می‌گرداند. نزد خداوند محبوب می‌شود. اگر کسی نزد خدا محبوب شد، نزد تمام بنده ها هم محبوب خواهد شد. هر کسی به عزت خداوند که سرچشمه تمام عزت ها است راه یافت، به عزت حقیقی راه یافته است. عزیز و قابل احترام برای همه خواهد بود. در مقابل این عزت که سرچشمه الهی دارد، حقیقی و واقعی است، قسم دیگر عزتی است که سرچشمه‌اش یا غرور و تکبر است و یا فساد و گناه. خدای سبحان در سوره صاد فرموده است که والقرآن ذی ذکر، و قسم به قرآن پند آموز جهانیان، بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. کافران در تکبر و دشمنی غرق شدند. این یک سرچشمه. در سوره بقره میخوانیم که
و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم. و هنگامی که به آنها گفته می شود که تقوای خدا را پیشه کنید، از خداوند بترسید، اخذته العزة بالاسم، یعنی آن عزتی که به سبب گناه، به سبب غرور، به سبب تکبر، به سبب فساد در او به وجود آمده است یا او کسب کرده است، باز دوباره او را به گناه میکشاند. فحسبه جهنم. البته ذکر این نکته ضروری است که این کفر کافران از سبب آن نیست که قرآن کریم در بیان حقیقت و حق کوتاهی کرده باشد یا نقص و کمبود در قرآن کریم وجود داشته باشد. این کفر کافران به سبب دشمنی و لجبازیشان است. به حد در گناه غرق شده اند که درهای کلام خدا را بر روی خود بستند و به حد در گناه غرق شده اند که خودشان را با عزت می دانند و این عزت تماما ذلت است. چهارمین نیاز معنوی انسان نیاز به ولی و سرپرست است. بسیاری از واقعیت‌ها پیرامون زندگی ما انسان‌ها وجود دارد که نسبت آنها یا غافل هستیم یا کم توجهی میکنیم و این وظیفه ولی و سرپرست انسان است که او را نسبت مسائل مختلف آگاه کند و هشدارهای لازم و ضروری و کارساز را به او بدهد. خداوند متعال در سوره بقره فرموده است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنها را یعنی مؤمنان را از تاریکی ها خارج میکند و به سوی نور میبرد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما کسانی که کافر شده اند ولی و سرپرست آنها طاغوت است. یخرجهم من النور الی الظلمات. طاغوت انسانها را از نور و روشنایی خارج میکند و به ظلمات میبرد و در تاریکی رها میکند. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. عاقبتشان هم معلوم است. اهل آتشند و جاویدانه در آتش میمانند. اما کسانی که مؤمن هستند ولی و سرپرستشان خداوند متعال است، چه عاقبتی در انتظار آنهاست؟ اهل بهشت هستند، از نعمتهای فراوان خداوند بهره‌مند میشوند، زیرا آنها فقط به خداوند متعال تکیه کردند. کارهایشان رنگ و بوی الهی میگیرد. صبغت الله. صاحب رهبر الهی میشوند. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. راهشان همیشه روشن به نور ایمان است. یهدیهم ربهم بایمانهم. از کجا آمدنشان معلوم است. انا لله. و آینده معلومی هم دانند. و انا الیه راجعون. و اگر کاری نیکی هم کرده باشند و با خدا معامله کرده باشند، میدانند که خداوند حق آنها را پایمال نمی کند. انا لا نضیع اجر المحسنین. میدانند که خداوند بهترین معامله‌گر است و رحمتش شامل حالشان خواهد شد. نیاز بعدی انسان و نیاز معنوی نیاز به پرستیدن است. مسئله پرستیدن یا پرستش به درازای وجود انسان در روی زمین وجود داشته است و این یک نیاز همیشگی و فطری بوده و خواهد بود و این نیاز ما به خداوند است، نه اینکه خداوند به عبادت و اطاعت ما نیاز داشته باشد. در سوره ابراهیم می‌خوانیم که وقال موسی، حضرت موسی علیه السلام گفت ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر تمام مردم در روی زمین به من کافر شوند، به من خداوند کافر شوند و دست از اطاعت و عبادت و بندگی من خداوند بشویند، فإن الله لغنی حمید. خداوند بی نیاز است و ستوده صفت است. همین حضرت موسی علیه السلام
با وجود اینکه به مقام پیامبری رسید، به مقام کلیم الله رسید، یعنی هم صحبت خداوند شد، و درگاه خداوند اظهار فقر میکرد. ربی اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، در سوره قصص. خدایا با وجود اینکه به من نعمتهای فراوان عطا کردی، من را به مقام پیامبری انتخاب کردی، باز به درگاهت فقیر هستم. یا حضرت ابراهیم علیه السلام، اول عبدالله بود، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله، بعد خلیل الله، بعد خداوند سبحان او را امام قرار داد. انی جاعلک للناس اماما، در سوره بقره. یا حضرت نوح علیه السلام، وقتی که قومش او را تکذیب کردند، خدا سبحان فرمود که فکذبوا عبدنا، عبد ما را تکذیب کردند. باز تاکید به مقام عبودیت، مقام بندگی، مقام عبد بودن. یا حضرت عیسی علیه السلام، وقتی که در گهواره بود، اولین جمله که بر زبان جاری کرد این بود که اینی عبدالله، در سوره مریم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود که اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. بعد گفت که آتانی الکتاب، به من کتاب داده شده است، و بعد به پیامبریش اشاره کرد و جعلنی نبیا، و خداوند مرا به عنوان پیامبر برگزیده است. و این نشانه مهم بودن این مسئله است که انسان پیش از آن که مقام و منصب داشته باشد، اول عبد و بنده خداوند است، و در این مقام و منصب باید طور خودش را آراسته کند که خدا هم از او راضی باشد. نیاز بعدی انسان نیاز محبوبیت است، نیاز به محبت و نیاز به احترام. این نیاز از آن دست نیازهایی است که در هر انسان وجود دارد. هم میخواهد دوست بدارد و هم میخواهد که دوست داشته شود. در روابط فردی و اجتماعی انسان تأثیر بسیار زیاده دارد. به انسان شادی میدهد، شادابی میبخشد، انسان را دلگرم و با تراوت میکند. اگر میخواهیم محبت داشته باشیم یا در دل مردم یا دیگران به ما احترام بگذارند، باید ببینیم که صفت‌هایی که سبب میشود که در بین مردم احترام داشته باشیم در ما وجود دارد یا نه. باز در قرآن کریم این صفت‌ها وجود دارد. ان الله يحب المحسنین، ان الله يحب المتقین، ان الله يحب المؤمنین، ان الله يحب المتوکلین. و کسی که به خداوند توکل میکند فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خداوند او را عزیز میگرداند، خداوند او را محترم میگرداند، خداوند محبتی او را در دل همه جا میکند. اما کسانی که کافر هستند، ان الله لا يحب الكافرین، لا يحب المعتدین، تجاوزگران، لا يحب الظالمین، ستمگران، لا يحب المفسدین، گناهکاران و فاسدان، لا يحب المجرمین. اینها نشانه‌ای است که خداوند محبت را از دل مردم میکند. او دیگر در بین مردم احترامی ندارد، محبت به اون میشود. پس این دوست داشتنها یا دوست نداشتنها را انسان خودش میتواند فراهم کند. زمینه‌های محبوبیت را در درونش فراهم کند. اگر به این صفت‌های خوب آراسته شود، صفت‌هایی که قرآن کریم فرموده است آراسته شود، محبوب خواهد شد. و اگر از این صفت‌ها چیزی نصیبش نشود، از دایره محبوبیت خارج خواهد شد. نیاز معنوی دیگر انسان نیاز به الگو است. یکی از ویژگی‌های دین مبین اسلام این است که اگر برای انسان یک هدف نهایی و غایی را مشخص می‌کند که انسان باید به این نقطه برسد، به سعادت برسد، به کامیابی برسد، برای رسیدن انسان به آن هدف الگوها را معرفی می‌کند. یکی از زیباترین الگوهایی که در قرآن کریم بیان شده است
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در سوره احزاب میخوانیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. برای کسی که امید بر رحمت الهی دارد، برای کسی که ایمان دارد، برای کسی که الگو میخواهد، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیباترین الگو است. آن حضرت هم در اخلاق، هم در رفتار، هم در کردار، هم در مهربانی، هم در صبر، هم در شجاعت، هم در عدالت و عدالت خواهی و هم در دلسوزی الگو بود. آن حضرت به حد دلسوز بود که حاضر بود جانش را برای هدایت و راهنمایی مردم فدا کند. در سوره شعراء میخونیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. گویا از شدت اندوه به خاطر ایمان نیاوردن آنها میخواهی جانت را فدا کنی. نیاز دیگر انسان نیاز به دین است که این خود یک بحث بسیار مفصل است که در بخش‌های دیگر صحبت خواهیم کرد، اما به طور خلاصه باید بگوییم که هم دینی حق داریم و هم دینی باطل. مجموعه قاعده ها و قانون هایی که پهلوهای مختلف زندگی انسان تنظیم میکند، دین مسئول بیان آنها است و انسان با رعایت آن قاعده ها و قانون ها زندگیش را سامان میبخشد. اگر به سعادت و کامیابی رسید آن دین حق است و اگر به سعادت نرسید و از دایره محبوبیت خداوند خارج شد، معلوم است که دین باطل انتخاب کرده است. این که چه اندازه به دین نیاز داریم، ما از دین چه میخواهیم، دین از ما چه میخواهد و پاسخ به هزاران سوال که یکی از آنها این است که با وجودی که انسان بزرگترین سرمایه یعنی عقل را در اختیار دارد، آیا باز هم به دین نیاز دارد یا نه؟ پاسخ این سوالها و سوالهای دیگر در بخشهای دیگر بیان خواهد شد. از خداوند متعال طلب میکنیم که ما را در دینمان موفق گرداند. با لطف و رحمتش ما را در سایه قرآن کریم موفق و سربلند گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.